یک بینش و یک چیزی نادرست دیگه که ما فکر میکنیم که عرب آمدن دست سری ما شمشیر دادن ما پگاش مسلمان شدیم. نه، روند مسلمان شوی ما طوری که دانشمندان معروف جهان از جمله خاورشناسان غرب میگن روند مسلمان شوی مردم تاجیک تقریبا 250-300 سال ادامه یافت. یعنی وقتی که حتی ابو مسلم خیام کرد از روی حساب همگی 15-20% مردم تاجیک مسلمان بود، 80% دیگه هنوز در برکش زردشتی و بودایی و اینا بودن. سامانیان برای چی سامانیان نخستین شده و قدرت راه یافتن؟ برای اینکه سامانیان به اصطلاح خود کتابای همون زبان سرچشمه ها از متقدمین تاجیک بودن که اسلام قبول کردن. از اولین ها بودن که اینا اسلام قبول کردن. بابای این خانواده این سامان خدا با یک عرب به نام عبدالله اسد ابن عبدالله دوست می شود و وقتی که با همدیگر رابطه میکنن این بر همون عقیده او تبلیغ میکنن و این اسلام با شمشیر نه خودش اسلام قبول میکنن و وقتی اسلام قبول میکنن بچه همین خودش با افتخار همون نفری که از او اسلام قبول کرده بود نامش میگه اسد.